سرخط مهمترین خبرها: در تاجیکستان معاش و نفقه زیاد شد. شکایت های زیاد از گرفتاری به کووید 19 در تاجیکستان. آزیا پلوس میگوید تنها در یک تشخیصگاه روزانه تا 100 حالت آشکار می شود. و ازبکستان گذرگاه های زمینی اش را با قزاقستان موقتا می بندد. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 14 ینور است. در تاجیکستان حجم معاش و نفقه زیاد شد. بر اساس فرمان رئیس جمهور که روز 13 ینور صادر شد، از 1 ینور امسال معاش خدمتچیان حربی، کارمندان حفظ حقوق به اندازه 25% زیاد شد. معاش دیگر کارمندان این نهادها 20% افزوده است. اینچنین از 1 ایلول سال 2022 حداقل مزد مهنت در تاجیکستان 600 سومانی در یک ماه مقرر شده است. فعلا معاش حداقل در کشور 400 سومانی است. بر اساس فرمان پرزیدنت همچنین معاش کارمندان اداره‌های دولتی، بخش‌های فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، آموزگاران و دیگر تشکیلات‌های ساحه حفظ اجتماعی 20% زیاد می‌شود. ادرار پولی یا استیپندی دانشجویان و دیگر نمودهای استیپندیا به غیر از کورسantهای مؤسسه‌های عالی حربی و اکادمی وزارت کارهای داخلی 20% زیاد می‌شود. اندازه نفقه‌گیران یتیم و نابالغان که از سرابان محروم شدند 25% زیاد کرده می شود. در پس منظر بالا رفتن نرخ محصولات و راهگیرها، بسیاری ها طلب دارند که معاش و نفقه هم زیاد کرده شود. هفته روان شکایت ها از بیمار شدن ساکنان با نشانه های نزدیک به کرونا ویروس در کشور زیاد شده است. چندین کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند خود و اعضای خانواده‌شان بیمار شدند و نشانه های کووید 19 را دارند. از جمله روزنامه‌نگار نورانگیز رستمزاده به رادیوی آزادی گفت تشخیص معین کرده است که او به کرونا ویروس سرایت یافته است. خبرگزاری آزیا پلوس از قبل منابعش در 2 تشخیصگاه نوشته است هفته روان 10 حالت سرایت به کرونا ویروس را آشکار کردند. همه روزه نه کم از 100 حالت سرایت به کرونا ویروس تنها در تشخیصگاه ما آشکار می شود، گفته از کارمند یکی از لابراتوری‌ها به خبرگزاری آزیا پلوس. ولی مقامات تاجیک از جمله مسئولین وزارت تندرستی درباره ثبت شدن حالت‌های نو گرفتاری به کووید 19 هیچ خبری نمی‌دهند. روز 13 ینور در بیمارخانه سرایتی شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند یگان بیماری مبتلا به کووید 19 ندارند. مقامات در حال به نبودن بیماران کووید 19 پای فشاری دارند که در 2 کشور همسایه تاجیکستان اومیکرون نوعی کرونا ویروس ثبت شده است. این شتم کرونا ویروس نظر به شتم‌های قبلی با سرعت بلندتر پهن می شود. مسئولین وزارت تندرستی میگویند به خاطر پیشگیری از ورود اومیکرون به کشور نظارت را در فرودگاه و گذرگاه‌های مرزی پرزور کردند. بیننده عزیز، اگر یگان نفر از نزدیکان شما با نشانه‌های کرونا ویروس بیمار شدند می توانید به ما نویسید. ضمناً سر از 15 ینور ازبکستان گذرگاه‌های زمینی‌اش را با قزاقستان موقتا می‌بندد. وزارت کارهای خارجه ازبکستان روز 13 ینور گفت تصمیم مذکور با پهنشوی با سرعت نوعی اومیکرون کرونا ویروس ربط دارد. این محدودیت به مسافرانی که طریق هواپیما وارد ازبکستان می‌شوند و هم به کسانی که به وطنشان برمیگردند ربط ندارد. دیپلمات‌ها، اعضای خانواده آنها، ازبکستانی‌هایی که در قزاقستان زندگی دائمی دارند، قزاقستانی‌هایی که در ازبکستان زندگی دائمی دارند، دانشجویان، رانندگان ماشین‌های بارکش و کسانی که به عیادت خویشاوندان بیمارشان و یا به مراسم جنازه خویشاوندانشان می‌آیند می‌توانند مرز را عبور کنند. در امریکا و هر کشور دیگر مردم سالانه 1 یا 2 دفعه بیماری زکام یا سرماخوردگی میگیرند. البته برای هر کس این بیماری سبک ناراحت کننده است، ولی تحقیقات نو نشان داده است که زکام معمولی شما را تا حد از ویروس های خطرناکتر محافظت میکند. گزارش صدای امریکا را در این باره همکارم طاهر سفر تقدیم میکند. یک سوالی که همیشه دانشمندان را حیرت زده کرده است این است که چرا بعضی از آدمان با کووید 19 سخت مقاوم هستند و کرونا ویروس با آنها با آسانی سرایت نمی کند. حالا محققان کالج سلطنتی لندن فرضیه را برای پاسخ دادن به این سوال تحقیق دارند. آنها میگویند حجره تی که بدن برای محو ویروس زکام میآفرد تا حدی از کرونا ویروس هم محافظت می کند. پروفسور اجید لالوانی یکی از این محققان است.
ویروس های سرمای معمولی تا حد به کرونا ویروس که کووید را برمیانگیزد خویش هستند. از این رو ویروس های زکام معمولی حجره تی را حاصل میکنند که قادر به شناخت ویروس کووید است و با آن مبارزه میبرد. ما حالا همین فرضیه را تحقیق داریم. تحقیق ماه سپتامبر سال 2020 آغاز شده است و پیش از واکسن زنی سراسری و پیش از آن که مردم زیادی به کووید گرفتار شوند، دانشمندان خون 52 نفری را که در یک خانه زندگی می‌کردند آزمایش کردند. نصف از آنها کووید گرفتند و نصف دیگر نه. در بدن آنهایی که بر اثر زکام پیشینه حجره تی موجود بود، این حجره ها کرونا ویروس را شناخته محو کردند. از این رو آنها بیمار نشدند. واکسن های فعلی که مسئولیت بدن را برمیانگیزند سطح بیرونی کرونا ویروس را هدف میگیرند که قادر به تغییر و امن ماندن در بدن هستند. برعکس ما آن حجره های تی را آشکار کردیم که واسطه محافظت هستند و با پروتئین های داخلی ویروس مبارزه می کنند. این پروتئین ها بسیار کم تغییر می یابند. برای همین یافته های ما زمینه را برای تولید واکسن جهانی با حجره تی فراهم می کند که می تواند آدم را از نوهای حاضر و آینده کووید محافظت نماید. هرچند دورنمای خوب است ولی برای استحصال چنین واکسن راهی درازی در پیش است. این زمان مؤلفان تحقیق میگویند هیچ کس نباید برای ایمنی از کووید و زکام و سرماخوردگی امید بندد. بهترین راه ایمنی به گفته آنها گرفتن واکسن است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید روزهای 12 و 13 ینور در کشور زمین لرزه به قید گرفته شده است. به اطلاع منبع 12 ینور ساعت 10:26 به وقت محلی در قلمرو کشور زمین لرزه به قید گرفته شد. منبع افزود مرکز این زمین لرزه در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان بود و قوه آن در شهر خاروق 2 بال بود. اینچنین به قول مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 13 ینور در حدود منطقه رشت زمین لرزه به قید گرفته شد. امیده یوسفی سخنگوی کمیته در صحبت با رادیوی آزادی گفت قوه زمین لرزه 3 بال بود و این حادثه یگان خساراتی در پی نداشت. تاجیکستان و کشورهای اطراف آن منطقه های زلزله خیز به شمار می روند و در گذشته شاهد زمین جنبی های پرتلفات و فاجعه بار شده است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 ینور را فرا می گیرد. 14 ینور سال 1939 در دوشنبه نخستین مرکز زلزله سنجی تأسیس شد که برای نظارت و پیشبینی تکانخوری زمین مهم دانسته می شود. خاک تاجیکستان زلزله خیز می باشد و از آن زمان تا کنون مورد آموزش و تحقیقات دانشمندان قرار گرفته است. تاریخ تاجیکستان شاهد زلزله های آفتباری زیاده شده است. سال 1939 در شهر خوجند نخستین کارخانه استحصال پایافزال به کار شروع کرد که یکی از 5 چنین کارخانه در تاجیکستان بود. این کارخانه ها که در دوره شوروی نه کمتر از 11 میلیون جفت پایافزال استحصال میکردند، توان تامین اهالی محلی را با پایافزال با صفت چرمی داشتند. سالهای آخر تنها 2 کارخانه با استحصال پایافزال مشغول است که احتیاجات اهالی را برآورده نمی کند. اکثر ساکنان مجبورند پایافزال دسترس و پست صفت ساخت خارجی اساساً چینی را بخرند. روزهای 14 تا 28 ینور سال 2017 در شهر نیوجرسی امریکا نمایشگاه نقاشی‌های رسام تاجیکستانی ولادیمیر گلوخوف برگزار شد. 22 نقاشی گلوخوف که با الهام از طبیعت و رنگ‌های تاجیکستان آفریده شدند، بازگوی دوران گذشته و امروز بوده است. گلوخوف که تا آخر عمر تاجیکستان را مادر خود مینامید، خود را با افتخار پرورده مکتب نقاشی ظهور حبیب‌الله‌ف و الکسی بیسپرتسف معرفی کرده است. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامان امروز کمی پست شده، ارزش دلار باشد به تغییر مانده است. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 150 سامانی عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد مثل دیروز به 1130 سامانی برابر است.
بیننده عزیز، تشکر که برنامه‌های ما را پیگیری می‌کنید. فراموش نکنید که ساعت 17 به وقت دوشنبه و 15 به وقت مسکو برنامه اخباری آزادی پخش می‌شود. 2 روز آینده در تاجیکستان استراحت است. برایتان فراغت خوشخواهانه.